خیلی مخلصیم، چاکری، فقطون برم الهی. ما زنگ زدیم به این دختر هانیه، بعد گفتم الان دوباره بهش زنگ بزنم. الو هانی. بله. سلام عزیزم. سلام، بفرمایید. شما لب میدی گلم؟ جان لب. شب بدم نه شب نده، لب بده. پشت تلفن. فرقی نمیکنه، من همه جوره ارضا میشم. خب الان بیا بگی. بده بده. بیا یه کار دیگه میکنی هانی؟ چی کار کنم؟ تلفن رو میذاری پشتت؟ بذارم پشتم؟ آره بذار پشتت. خب تو هم تلفن رو بذار جلو. آخه من تلفن رو بذارم جلو نمیتونم بوست کنم که، ولی تو بذار پشتت من بوست کنم. آها، تو میخوای بوست کنی یا میخوای من پشتمو؟ بذارم جلو تو جلو منو بوست کنی؟ آره اینم میشه. خب من الان گذاشتم، الان صبر کن، الان روشه. خب بوستش کنم؟ آره محکمتر بوست میکنی؟ چی؟ یه خورده محکمتر. خب نمیشه که، من فقط بلدم بخورم، ماچینه بلد نیستم. خب هانی جان، جانم. اون دفعه که به ما قیمت ندادی، ما رو هم دست به سر کردی و پیچوندی. الان جان؟ میگم اون دفعه که به ما قیمت ندادی، این دفعه برنامه چیه؟ فردا صبح من خونه رفیقم خالیه. خب بعد بدونم که تو میخوای با من چیکار بکنی. خب الان شما آلت تناسلی مردانه داری یا زنانه هانی جان؟ من جفتشو با هم دارم. با خاک به سرم، مگه میشه هانی؟ تو مگه افتر اینطوری صحبت میکنی؟ یه لحظه هانی. نه هانی، من گفتم شاید اینجوری بیشتر دوست داشته باشی. نه من اصلا اینطوری خوشم نمیاد. مردونه دوست داری؟ سخت بله. هارد BDSM چی؟ دوست داری؟ بزنمت کمربند و دور گردنت بپیچم وحشی؟ چی؟ وحشی من دوست ندارم. خب پس آخه من عاشقانه صحبت کنم که میگی اوب داری، وحشی هم که میگی حیوانی. نه خب تو یه جوری دیگه صحبت میکنی، اصلا صحبت کردن انگار مثل این ترنساس، اینه که مثل خودمونن. خب هانی، جانم. خب الان نرخ چنده فردا بیای؟ من نمیدونم چجوری، عقب چنده، جلو چنده، اون بالایی اگه تو چنده؟ بخوای برات سکس بیای خب یه قیمتی داره، اگه برات دهنی باشه اونم یه قیمتی. خب خب دیگه همین، حالا تو انتخاب خب کن. حالا لیست قیمتاتو به من میگی؟ خب همه رو؟ همه رو از اول بگو. ساکشن چند؟ خیلی زیاده جان. ساکشن چند؟ ساکشن آره همون ساک خودمون. همون ساکی که داره. خب چند تا بزنم الان؟ بس میدونی چی شده الان؟ قیمت رفته بالا، رو تعداد شده. خب الان قیمت ها رو تعداد، عمدهش چنده؟ عمده باشین چی؟ 12 مگه تا می‌خواستی باشین. بازار خرید کنی؟ هانی جانم. من داره الان حشر از چشام میزنه بیرون، حالم هم خوب نیست. یه قیمت آره بده معلومه. یه فردا صبح بیا بده این قضیه رو بکن تموشه من لیست بره. قیمت ها بهت میگم سریع، تو خودت هانی انتخاب. هانی بگو. برو اگه منو نپیچون هانی. خب من دارم لیست بهت میدم. خب لیستتو بگو دیگه، سری کار دارم بابا جان. 100 تا ساک. خب چند تا ساک؟ 65,000 تومان. 100 ساک 65,000 یعنی تومان. 100 بار دهنت بیاد بره عقب 65 تومن؟ نه دیگه، عقب و بره جلو بیاد عقب. خب دو دور حساب میشه یه دور؟ آره. خب بعد تکرار چی داره؟ تکرار یعنی چی؟ خب مثلا تو باشگاه دیدی میزنن 3 تا 12 تا، مثلا تو چجوری 3 تا 12 تا 4 تا 5 تا؟ اونو دیگه نمیدونم، اون دیگه توافقیه. خب حالا عقب چنده؟ عقب اگه بخواد تو سولاخ بکنی خب 10 عقب تا نمیخوام دیگه. بذارم رو کمرت که، بالاخره میخوام بکنم تو سولاخت دیگه عزیزم، سولاخیه خب من. یه ماده خب خودم هم دارم، اگه خودم بخری تو عقب بخوای بکنی 120 تومن. چی اگه کاسبی میکنه؟ بخوای ماده رو از جای دیگه بگیری 100 تومن. ماده رو خب الان نه، خودت همه رو اوکی کن دیگه، با لوازم کارت بیا عزیزم. عقب اگه بخوای بکنی با ماده خودم 120 تومن میشه. اگه بخوای لاپایی بذاری 65,000 تومن، مثل همون ساکه میشه. اگه بخوای با زبون
کل بدنتو ماساژ بدم 350 تومن. خب اون بعد الان گفتی هم حالت جنسی مردانه داری هم زنانه، اون زنانه چنده مردانه چنده؟ خب مردانه که تو باید بدی، تو باید قیمت بدی. یه لحظه گوشی. خب پس مردانه رو ولش کن، اون زنانه رو بگو با سولاخو. خب زنانه تو جلو. آره دیگه، جای دیگه هم مگه داری آخه؟ احساس میکنم تو سولاخات بیشتر از ماست. درست صحبت کن با من. خب باشه عزیزم. تو جلو بخوای بکنی 200 تومن، 3 بار میشه آبت بیر. آها یعنی 3 تا 2 تا، یعنی 3 بار 3 راند. 3 بار ارزاشی. خب ببین هانی، فردا صبح میای؟ فردا صبح که عزیزم. ببین ما فقط عمده ای، ما زیادیم، 12 نفریم. تخفیف میدی؟ 12 نفر میخوای منو بکنی؟ نه یه سری بچه ها روغن میریزن و تماشاچی هم فقط. خب باز میکنن دیگه. نه اونا جغ میزنن یه گوشه. جغ میزنن؟ آره. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم ما. جون نه. ببین من اول تو رو بکنم خب با حالت تناسلی نه من از تبادل خوشم نمیاد عزیزم. باش آخه اینطوری رایگان برات در میاد. نه من کلا اهل تبادل نیستم. باش خب یه کار دیگه هم میشه کرد. جون. تاک میزنی؟ کجا تو؟ حالت تناسلی مردانه هم دیگه. حالت نه عزیزم، نه شرمندتم. خب تو چه به دردی میخوری؟ من کنندم. آخه میدونی من فرقم با جانی سینس میدونی چیه؟ چیه؟ من اندازه موهای جانی سینس کس کردم تا حالا. با مزه. خب باشه عزیزم، پس فردا آدرس رو بهت بدم میای؟ این دفعه دیگه منو معطل نکنی ها. تو منو اون دفعه معطل کردی، شماره کارتمو برات میفرستم. خب نمیشه بیای در به منزل دریافت کنی؟ خب اومدم در دریافت بکنم که شما منو دریافت کردی بعد دریافتم ندادی. خب میدونم، نگفتم بعد از ارضا شدم که پول بدم، گفتم در به منزل. دیدی مثلا کالا میارن پرداخت در به منزله؟ خب اون کارم میشه کرد. پس پرداخت در به منزلم میشه. آره پرسم جون. سانته. نمیدونم اندازه نگرفتم ولی یه 2-3 وجبی هست. 2-3 وجب؟ آره. خیلیه که. خب یه وجبه. کوچیکه نمیخوام. آقا بچه ها هستن، بچه ها بکارن، تو میای فردا یا نه؟ ما رو کیر نکن دیگه. فردا من تا ساعت 11 خوابم، 11 تا بلنشم به خودم برسم برم همون خودم رو تمیز کنم، 12:30 1 تا به من زنگ بزن بیا دنبالم. فقط پشمشماتو بزن عزیزم ها. همه رو میگم دیگه میزنم. یهو وا نکنیم لاشه حالا اون با هم بخوره بالا بیاریم اونجا. آها باشه، پس دختر تمیزی هستی. آره. هانی میگم خامه هم میگیری؟ خامه برای چی میخوای؟ صبونه میخوایم بزنی؟ نه این خامه هایی که رو کیک میریزن. خب این صورتی ها. سفیداش. خب میخوای چی کار خامه رو؟ خب بریزی رو بعد چیز کنی دیگه، دخول کنی. بریزم روت دخول کنم؟ بریزی رو حالت تناسلی دخترم هم خب بعد دخول کنی. خب میگم بچه ها خامه هم بخرن برات. شکلات صبحانه چی؟ شکلات هم خوبه. خامه عسلی نمیخوای؟ اونم هست داریم یه دونه نصف تو ماشین. داری مسخرم میکنی؟ نه من گوه بخورم عزیزم، غلط من کردم. تا الان چند بار با خامه و شکلات خامه ای این کارو کردم، خیلی لذت داره. باشه حالا برای تنوع میگم بچه ها فردا هایف بگیرن. دستت در نکنه. آدرس رو برات اسمس میکنم بیا دم خونه، پاسداران خونمون. پاسداران؟ در روس. کجا؟ در روس. باشه. کاری نداری؟ من نه ببین جان. تو هم پشماتو بزنی ها. باشه امشب برام خود ارضایی میکنی فیلم بگیری بفرستی؟ فیلم خودم؟ از اون حالت زنانت ها، اصلا مردانت اصلا فیلم نگیر. خب مردانه بالاه زنانه پایین، چی فیلم بگیرم؟
خب از پایین به پایین بگی، ببر کات کن، یعنی یه گوی خاکی تو سرت بریز معلوم نشه دیگه اون درست کسکش. صحبت کنم. باشه فیلم میفرستم کاری برات. نداری گلم؟ نه مواظب چیه باش. یه بوس دیگه میکنی منو؟ بسه دیگه. یه دونه دیگه. یه دونه بود. آره بدو. الان تلفنتو کجا گذاشتی؟ الان تلفن جلومه. تو تلفنو بذار بالا. آماده ای؟ آره عزیزم. یه دونه محکم‌تر میکنی؟ آه مرسی عزیزم، مرسی. خداحافظ. خیلی مراقب خودت خیلی باش. با معرفتی. ممنونم. من اگه معرفت رو داشتم کسی حشری نمیمون تو تهران. خب بسه دیگه شیره نشو. کاری نداری گلم؟ من مشتری اومد برام میخوام برم. کاری نداری؟ آشغال هرزه. خداحافظ. چی؟ هیچی گفتم هوا خیلی هرز شده، در ماشین خداحافظ. هرز شده رفته. خداحافظ. آقا ژیلند هستم در خدمت شما. نفر قشنگ ایسکاش کردم.